قسمی که در اول برنامه گفته بودیم که ما حکومت غزنوی ها یا امپراتوری غزنوی ها را به دو بخش در دو ویدو تقسیم میکنیم که تا اینجا امو تأسیس دولت بعضی وقایع مهمش یادآور شدیم. بعد از اینجا تحت زوال و بقای دولتی غزنوی بخش دومی از این خدمتتان ارائه میکنم. امی دیوارنگارهایی که در لشکری بازار در افغانستان جنوبی وجود داره، اینجا در این عکس مشاهده میکنین ساخته خودی مسعود اول غزنوی است که همون مسعود اول یا مسعود پسری سلطان محمود که گفتیم قدرت گرفت به نام ظهیرالدوله ابراهیم در سال 448 پسری مسعود پسری محمود پسری سبکتگین غزنوی میبخشین. اینجا همو مسعود دوم که ظهیرالدوله ابراهیم جانشین پدرش شد، یعنی ابراهیم پسری مسعود و باز نواسه محمود باز نواده سبکتگین غزنوی است که بسیار خوشنویس سی بزرگ بود که قرآن کریم هم به قلم خودش نوشته بود و به مدت 40 سال حکومت کرد. این ظهیرالدوله ابراهیم پسری مسعود است که به این حساب سومین پادشاه غزنوی ها بعد از سلطان محمود می شود. اینجا وقتی که دولت از اینا ضعیف بود، ظهیرالدوله با توافق قیصل با سلجوقیا و احیای روابط فرهنگی و سیاسی امپراتوری ضعیف شده غزنوی را دوباره بنیان گذاشت و 40 سال حکومت کرد، یعنی با او شکل پدرش نه، ولی نگذاشت که این حکومت سقوط کنه. دوران ابراهیم و جانشینان از او در امپراتوری غزنوی که 40 سال خودش بود و بعد از او دیگرها بودن، یک آرامش نسبی را به خود داشت. در او دیگه جنگ و درگیری دیگری وجود نداشت، به خاطر از اینکه پدرشان قبلا یک حکومت مستقر با یک جغرافیای معلوم و امنیت سرتاسری ایجاد کرده بود. بعد از او هم ظهیرالدوله ابراهیم که تا سال 488 هجری قمری حکومت کرد. بعد از او علاءالدوله مسعود سوم قدرت گرفت که به نام ابو سعد مسعود یا سلطان مسعود سوم مشهور است. مسعود هم کاخی همو جد خود یا بابای خود سلطان محمود غزنوی را و یکی از منارهای غزنی را بنا کرد که فعلا هم در افغانستان وجود داره و در سال 505 هجری قمری علاءالدوله مسعود سوم هم با ضعف دولت غزنوی از میان رفت. بعد از او یمین الدوله بهرامشاه به تخت سلطنت نشست که به عنوان دست نشانده سلجوقیا بود و به نام یک پادشاه و حاکم به حساب می رفت و از اختلافات داخلی که در داخل برادرها قسمی که بود گفتیم، این نتوانست که امو امپراتوری را به شکلی که هست نگاه بکنه و بالاخره بهرامشاه در جنگ غزنی در سال 507 یعنی 2 سال بعد از حکومتش توسط برادرش ارسلان را از قدرت خلع کرد و سلطان بهرامشاه غزنوی آخرین پادشاه غزنوی بود که به مدت 35 سال بر غزنی اولین پایتخت غزنوی ها حکومت کرد و حاکم بود و بالاخره سلطان بهرامشاه هم در سال 547 هجری قمری در غزنی توسط سیف الدین سوری شکست خورد و اما سال بعدش پایتخت خود دوباره پس گرفت. بعد از او علاءالدین حسین جهانسوز که به نام جهانسوز مشهور است، هم پادشاه مشهور غوری ها، در انتقام از مرگ پدرش قطب الدین غوری که گفتیم پدرش کشته شده بود که داماد پادشاه بود اما به دلیل تخلف جزئی کشته شد و در سال 547 هجری قمری این شهر را فتح کرد و علاءالدین جهانسوز و این شهر باشکوه غزنی را در همین سال در سال 547 هجری قمری با آتش کشید و تمام شهر سوخت که یکی از پایه های ماندگاری فرهنگی، علمی و سیاسی و نظامی که در تاریخ افغانستان و حساب متاسفانه در سال 547 هجری قمری توسط
علاءالدین جهانسوز، علاءالدین حسین جهانسوز، پادشاه غوری ها نابود شد و مکمل از میان رفت. باز هم غزنی با مداخله سلجوقی ها که باز به کمک برامشاه آمده بودند به ضد غوری ها، یک بار دیگر دوباره احیا گردید، ولی هیچ وقت او جایگاه و آبادانی سابقش به دست نیاورد. اینجا از این نقل واقعی میگذاریم به خاطر که ویدیوهای ما زیاد نشوه. همین دستاوردهایی را که در زمان حکومتی، دستاوردهای علمی که در زمان حکومت غزنوی ها به دست آمده، امورا به عنوان ختم این ویدیو حساب میکنیم. اول همین نهضت واقعی زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی در زمان ترکان غزنوی در قرن 11 میلادی به اوج خود رسید که از جمله و شاهکار گفتیم شاهنامه فردوسی است که شعر مقدمه شاهنامه فردوسی را اینجا در ویدیوی قبل از این براتان خواندم. پایتخت غزنوی ها به دلیل حمایت و گسترش زبان و ادبیات فارسی جهان فارسی اینقدر مشهور بود که تمام شاعرای بزرگ دنیا مثل فرخی، سیستانی، فردوسی، طوسی، عنصری و همه شاعران بزرگ فارسی به اونجا سفر کردند و همونجا متوطن شدند. دیگه سوم مجموعه اشعار کوتاه عنصری به سلطان محمود غزنوی و برادرانش نصر و یعقوب اختصاص یافته که این مجموعه اشعار کوتاه را که از شاهکار ادبیات فارسی است که وجود داره. بعد از اون هم گفتیم شاهنامه فردوسی که به عنوان بزرگترین و ماندگارترین گنجینه ادبیات فارسی است که می شود تا وقتی که شاهنامه فارسی زنده باشه زبان فارسی زنده خواهد بود. که داستان مشهور داره که سلطان محمود غزنوی یک عقد قرارداد بسته کرد با فردوسی طوسی که شاهنامه که در اون وقت به شکل نثر و در کتاب‌های مختلف وجود داشت، این شاهنامه را بریمه به شعر تو در نظم بیار. فردوسی کار قبول کرد. این شوق سلطان محمود بود و ای را در نظم آورد در 64,000 بیت که همون شعر خواندیم که پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، که او شعر خواندیم. این شاهنامه فردوسی را در 30 سال برای تصریح خود فردوسی این شاهکار ادبی را ایجاد کرد. قرارداد همین قسم بود که در هر بیت یا در هر مصرعی که میسرای فردوسی برای از این یک سکه طلا باید داده شود که در مجموع 64,000 بیت شد. وقتی که را حساب کردن سلطان محمود غزنوی جا خالی کرد و از عهد و قرارداد خود خلاف کرد و دیدی پول زیادی هست و بعضی روایت هم هست که مادر پادشاه باعث از این شد که این سکه های طلا را 64,000 سکه طلا را به فردوسی نده. که باز میگن که یک روایت است که نمیفهمم چقدر حقیقت داره که فردوسی گفت که اگر مادری شاه بانو بودی مرا سیم و زر تا بزانو بودی. خب فردوسی قهر کرد و وقتی که فردوسی قهر میکرد میگه سلطان محمود از این پرسان کرد که پول ها را تو چی میگی قدر پول هم گفتی را؟ میگه فردوسی گفت که ما با این پول میخوام شهری توسا بسازم. ولی به هر صورت سلطان محمود پول برش نداد و فردوسی قهر کرد و به شهر و دیار خود رفت. باز واقعه جالب دیگر هم اینجا هست که نمیفهمید چه حقیقت داره در تاریخ، ولی ما خواندیم و شنیدیم. میگه بعداً میگه سلطان محمود از این خلاف عهدی خود که کرده بود بسیار پشیمان شد، همیشه رنج میبرد. باز همین پولها را همیشه در چند شتر بار کرد و به توس روان کرد که به فردوسی ایره ببرد. وقتی که میگن این کاروان شترهای سلطان محمود با طائف این پولها به توس میرسید، میگه از اون طرف میگه فردوسی وفات کرده بود، جنازه فردوسی را از شهر بیرون میکردند. همین جا بود که این مصرع یا بیت مشهور دختری فردوسی برای خطاب به می کاروان گفت که زر فرستادن محمود بدان میماند، نوش دارو که بعد از مرگ به سهراب رسید. که همون داستان مشهوری که وقتی که سهراب پسر رستم که توسط رستم در عالم ناشناسی کشته شد و رستم به افراسیاب پیغام داد که نوشدارو رو روان بکن که جگر از ما تداوی بکنیم و جراحت که نوشدارو را قصدن اسفندیار نفرستاد و سهراب مرد. یه هم واقعه را ترسیم میکنه یا تمثیل میکنه که زر فرستادن محمود بدان میماند، نوشدارو که بعد از مرگ به سهراب رسید. دیگه ششمین دستاوردهای علمی
که در زمان سلطان محمود صورت گرفته که غزنی را به شهری مرکزی آموزش علوم انسانی و علوم بشری تبدیل کرد که گفتم از جمله فردوسی، ابو ریحان بیرونی را به دربار خود دعوت کرد و اونجا اونا را مسکن گزین ساخت و کتاب‌های زیادی در رای اصفهان که وجود داشت اونا را همگیش انتقال داد به غزنی و از اونجا آورد کتابخانه را به غزنی. وقتی که رای و اصفهان به دست سلطان محمود فتح شد، ادبیات فارسی در آذربایجان و عراق، بخش‌های از عراق هم گسترش یافت. نوم، غزنویان نوشته‌های تاریخی را با زبان فارسی تدوین کردند. قبل از این تمام نوشته‌های تاریخی و نوشته‌هایی که در علوم فقه و علوم اسلامی اینها بود همگیش به زبان عربی بود، ولی تنها بخشی تاریخ سلطان محمود غزنوی در زمان خودش ایرا ترجمه کرد و به زبان فارسی برگرداند که از جمله تاریخ بیهقی در نیمه قرن دوم 11 نوشته شده که خودش به فارسی نگاشته شده که از شاهکار تاریخی و ادبی در زمان خود سلطان محمود است و از جمله دستاوردهایی که برای زبان و برای گسترش فرهنگ و علوم فارسی در او زمان شد که همین وقتی که شمال هندوستان به دست سلطان محمود غزنوی فتح شد، فرهنگ و ادبیات فارسی به لاهور و شمال هندوستان رفت که تا همین 50-60 سال پیش هم حتی بعد از جدایی پاکستان از هندوستان تا همین زمانها را و بعد از او در مدارس و مکاتب و دانشگاه های از این زبان فارسی بود و مردم های پنجاب اینا اکثرا فارسی را می دانستند و شاعرای دیگر مثل مسعود سعد سلمان در هندوستان اینها پرورش یافتند و لاهور در زمان حکومت غزنوی‌ها از دانشمندان پارسی زبان خراسان و هند و آسیای مرکزی همگی اونجا پر بود. یکی از مسائل مهمی که در دوران غزنوی‌ها از سلجوقیان شروع شده و در زمان خود محمود به اوج رسید، امو لشکرکشی‌های مداومی از او به هندوستان بود که از او یادآور شدیم. دیگه این با همین خلاصه و پراگندگی این بحث با پایان ببریم. امیدوار هستم که مطالب مهمی را در یک ویدیوی 15 دقیقه و 20 دقیقه جمع کرده باشم که به شما مفید واقع شده باشه. شما هم ویدیوهای ما را، چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب بکنین، به دیگر دوستا بفرستین و با همین زحمتی که ما میکشیم هرچند کامل نیست که در این راه با هم کمکگار باشیم. و سلام، تشکر، سلام علیکم.